سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. منابع بامداد میگویند رهبر گروه 24 سهراب ظفر را الکی به دوشنبه آوردند. تهدید بریدن سیم برق و حتی مصادره خانه او در غمریه خویش و تبار مخالفین باز سر شد. دادگاه تبولسک دونیارجان اوخونوف را تا 15 مای به حبس خانگی گرفت. مدیر مرکز علاقه شهر وحدت به تصرف پول آبونه عیبدار می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. منابع به مقامات تاجیکستان نزدیک روز 20 مارس سال 2024 به پایگاه خبری بامداد تصدیق کردند که رئیس حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سهراب ظفر را الکی به تاجیکستان آوردند. یکی از همصحبتان بامداد در فرودگاه دوشنبه گفت او و به احتمال غالب یکی و دو نفر از یاران نزدیکش را هنوز روز جمعه 15 مارس سال 2024 با پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر از استانبول به دوشنبه آوردند. آن روز طرفهای شام بود که هواپیمای سامان ایر از استانبول رسید. برابر در فرودگاه نشستنش یک میکرواتوبوس کمیته دولتی امنیت ملی با افسران مسلح به نزد زینه‌پایه‌های هواپیما رفته ایستاد. اول سهراب ظفر و همراهانش را فرآوردند، بعد به مسافران دیگر اجازت فرآمدن دادند. راستی نمیدونم که یک نفر دیگر بود، همراهش شد 2 نفر، ولی تنها نبود، نقل کرد همصحبت بامداد. این و باز یک منبع دیگر نزدیک به مقامات امنیتی به بامداد گفتند که اون روز حتی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گنرال سیمومین یتیموف برای گرفتن و بردن سهراب ظفر شخصا به فرودگاه آمده بود. از بس که این عملیات بواسطه عملیات کمیته امنیت بود و هم از بس که آوردن رهبر گروه 24 مثل آوردن شراف‌الدین گدایف در سال 2019 و آوردن دلشاد کراسافچک در ماه اکتبر سال 2023 یک عملیات خیلی موفق برای مقامات تاجیکستان ارزیابی می شود. یتیموف شخصا خودش آمد و گرفته برد آنها را، گفت همصحبت دائمی بامداد. تصدیق این خبر توسط منابع دیگر خیلی مشکل است. مقامات ترکیه و تاجیکستان تا حال قضیه در استانبول ناپدید شدن سهراب ظفر و دست کم یکی دیگر از رهبران گروه 24 نسیم جان شریپوف را یگان شرح ندادند. نسیم جان شریپوف روز 23 فوریه سال 2024 و سهراب ظفر روز 2 مارس سال جاری هر دو در شهر استانبول ترکیه غیب زدند. همسفرانشان از اول حدس میزنند که به احتمال غالب آنها را ربودند و به تاجیکستان بردند. آنها میگویند از بس که کوشش‌های باراهای قانونی نویل شدن به استرداد رهبران گروه 24 از ترکیه ناکام ماند، مقامات از چنین شیوه معامله‌های غیر قانونی کار گرفتند. اما وقت تغییر یافت که در سال 2023 تاجیکستان چند تن از طرفداران روحانی فراری ترک فتح‌الله گولن از جمله مدیر سابق لیسه حاجی کمال را به ترکیه سپرد. به عقیده ناظران امور این الکی باید برای سهراب ظفر و یاران او در ترکیه بودش یک بانگ اضطراب میشد و باید همگی ترک ترکیه میکردند، چون که مقامات ترکیه در پاسخ به لطف دوشنبه میتوانستند با سر آنها بازی کنند. در گروه 24 میگویند که سهراب ظفر این را میفهمید و وقتهای آخر برای بیرون شدن از ترکیه تلاش‌های هم کرد ولی موفق نشد. در همین حال شبنم خدایداد و حامی حقوق انسان در گرفتار شدن سهراب ظفر و یارانش به چنین صورت حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را گناهکار می‌شمارد. باید یادآور شد که اساسگذار گروه 24 عمرعلی قواتوف 5 مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد. بعد قتل قواتوف اهل خانواده او را به یک کشور امن کوچانیدند. به این کار اداره کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مشغول بود. این اداره می‌دانست که حیات دیگر فعالان این گروه در قلمرو ترکیه نیز زیر خطر قرار دارد، ولی به کوچاندن سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف مشغول نشدند. به فکر من خنک نظری و به اهمیتی مسئولان اداره کمیته عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یکی از سبب‌های غیب زدن آنها گردید، نوشته است شبنم خدایداد. و سهراب ظفر از اولین نفران بود که سال 2012 بعد ترک تاجیکستان کردن و گروه 24 را تأسیس دادن عمرعلی قواتوف به او پیوست. شب 5 مارس سال 2015 که قواتوف در استانبول کشته شد، سهراب ظفر نیز در خانه سلیمان قیوموف مهمان بود و او هم زهرآلود شده بود. سهراب ظفر ماه آگوست سال 2016 برابری گروه 24 رسید، ولی به فرق از همصفان دیگرش
که اکثرا به اروپا پناهنده شدند در ترکیه ماند. فعالان اپوزیسیون تاجیک در اروپا میگویند مقامات امنیتی در تاجیکستان در پیشروی سفر هنوز رسما اعلان نشده پرزیدنت امامعلی رحمان به کشورهای اروپا فشار بالای خویشاوندان مخالفین افزایش دادند و از آنها طلب دارند تا به خویشاوندان خود در خارج برسانند که اگر امامعلی رحمان به اروپا بیاید به ضد او یگان اعتراض و تظاهرات برپا نکنند. به گفته چند تن از همصحبتان پایگاه خبری بامداد، این فشارها یک باره روز 17 مارس سال 2024 آغاز یافتند و تا حال ادامه دارند و برخی را با بریدن سیم برق خانه‌شان تهدید کرده و برخی دیگر حتی زبان خط گرفتند که مقامات می توانند در صورت اشتراک نزدیکان آنها در اعتراضها مال و ملکشان را به اصطلاح دولتی کنند. محمد ظریف سعیدوف، یک فعال مخالفین که در اروپا به سر میبرد، روز 19 مارس سال 2024 به بامداد خبر داد که روزهای 17، 18 و 19 مارس پدر و مادر و یک پسرش را که چند سال پیش از تحصیل در بنگلادش به تاجیکستان پس آورده به مکتب کودکان دشوارتربیه سپرده بودند، از نوع رودکی به اداره امنیتی شهر دوشنبه آوردند. محمد ظریف سعیدوف گفت از آنها حجت‌های خانه و درشان را طلب کرده گفتند که اگر فرزندتان در تظاهرات ضد پرزیدنت اشتراک کند مال و ملکتان را مصادره میکنیم، فرق ندارد که به نام خودش است یا خواهرش یا کسی دیگر. مقامات امنیتی تاجیکستان ادعا درباره فشارهای نو به بالای خویشاوندان مخالفین را تا حال یگان شرح ندادند، ولی پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف فعلا در خود تاجیکستان ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک که در اروپا فعالیت دارد، روز 19 مارس سال 2024 با نشر یک بیانیه از افزایش فشار بالای خانواده‌های مخالفین حکومت امامعلی رحمان، علل خصوص بالای آنهایی که فرزندانشان در کشورهای اروپایی قرار دارند، اظهار نگرانی کرد. حالتهای به نظر می رسد که مسئولین دولتی به منزل نزدیکان مخالفین وارد شده تمام اموال و دارایی‌های آنها را به مثل خانه، ماشین، زمین، مال و ملک غیر منقول و امثال اینها را ثبت کرده از خانواده‌های آنها زبان خط میگیرند که در حال اشتراک فرزندانشان در تظاهرات ضد امامعلی رحمان همه این مال و ملک مصادره خواهد شد. این چنین تهدیدهای به مانند قطع کردن برق به این خانواده‌ها نیز وجود دارد. بعد از سفر اخیر امامعلی رحمان به برلین، مقامات قدرتی چند نفر از خانواده‌های مخالفین سیاسی از جمله مستفیدان و پیرزن‌ها، زنان و حتی کودکان را دستگیر و زیر فشار و شکنجه قرار دادند. گفته می شود در اظهارات پیمان ملی یکی از آنهایی که با نشر یک ویدیو مسئله فشارهای اخیر بالای خویشاوندانش را رسانه‌ای کرد، سلیم سلطانزاده، سخنگوی پیمان ملی بود. سلیم سلیمانزاده که از سال 2016 در اروپا به سر میبرد، روز 19 مارس به پایگاه خبری بامداد گفت دو برادرش حریمجان ایسوبایف ساکن دهه لوگین نویه ظفرآباد و علیشیر ایسوبایف ساکن مرکز این نویه را روز 18 مارس به شعبه امنیت ملی نویه دعوت کرده تهدید کردند که اگر برادرانش در اروپا در تظاهرات اشتراک کنند بعد ماه رمضان سیم برق خانه آنها را خواهم برید. من امسال به سن 46 و شخص برکمالم، دادرم حلیم جان 43 سال و علیشیر 40 سال دارند و از من خردترند. آنها چگونه می توانند مرا نصیحت کنند که این یا آن کار را نکنم؟ تو یک سال پیش که مادر من زنده بود به سر او می اومدند که بچه‌ت را نصیحت کن، گفت سلیم سلطانزاده. او میگوید به خویشاوندان باش چند فعال دیگر نیز مقامات امنیتی خبر دادند که امامعلی رحمان گویا نقشه سفر به ایتالیا را داشته است. درباره به ایتالیا نقشه سفر داشتن پرزیدنت تاجیکستان تا کنون رسما یگان خبر نشر نشده است. خود مقامات امنیتی در تاجیکستان گفتند که به ایتالیا می رود و اگر نه من و تا جای میدونم یگان کسی دیگر از مخالفین حتی درک نداشتند که امامعلی رحمان به ایتالیا می رود، گفت سلیم سلطانزاده. بار آخر امامعلی رحمان در پایان ماه سپتامبر سال 2023 به اروپا سفر داشت. در شهر برلین طرفداران مخالف تاجیک به ضد سفر امامعلی رحمان چند تظاهرات اعتراضی برپا کردند و فعالان حرکت اپوزیسیونی گروه 24 تا توانستند ماشین امامعلی رحمان را در یکی از کوچه‌های پایتخت آلمان با تخم بزنند. در پی این اعتراضها و تخم‌زنی به حساب سازمان‌های حامی حقوق انسان، مقامات در تاجیکستان حدود 50 نفر از خویش و تبار مخالفین از جمله نزدیکان اشتراکچیان اعتراضهای برلین را دستگیر کردند. برخی آنها را چند ساعت و برخی را تا چند روز دیگر نگاه داشتند و اکثرشان را وادار کردند که در ویدیو اشتراک خویشاوندانشان در اقدامات ضد امامعلی رحمان را محکوم کنند.
خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت تیومن روسیه روز 19 مارس سال 2024 خبر داد که دادگاه شهر تبالسک این ولایت دونیور جان سال تولدش 2002 را که بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه بف باشی یعنی دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار می شود تا 15 مای به حبس خانگی گرفت. دادگاه گفت از مواد پرونده برمی آید که روز 15 مارس سال 2024 این جوان در درآمدگاه بنای قطعه اووزدی یک پترد را کفانده است. در نتیجه خود این جوان از پنجه دست چپ و پیشونیش زخم برداشته دیگر یگان کس آسیب ندیده است. در جریان تفتیشات پیشکی دانشجو نقل کرد که سبب این کردارش قرضی شد که او تحت تاثیر قلابون گرفت. این قلابون قریب 2 میلیون روبل او را تصرف کردند. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه قبلا گزارش شده بود که روز 15 مارس در روز اول اووزدهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه دانشجوی سال دوم کالج طبی شهر تبالسک در قطعه انتخاباتی واقع در بنای گیمنازیا به نام لیتمن در میکرورایون هفتم شهر تبالسک یک پترد را کفانده است. حالا به دانشجوی زاده تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا و جریمه به مبلغ از 9 میلیون تا 1 میلیون روبل یا کارهای اصلاحی به مدت تا 5 سال و یا 7 سال زندان تهدید می کند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه در شهر قضیه تبالسک خبر داد که سفارت از جریان قضیه در افزای انتخاباتی شهر تبالسک رخ داده آگاه بوده آن را تحت پیگیری قرار داده است. سفارت در این مورد گفت قابل ذکر است که شهروند آخونوف دونیور جان غفرانوویچ سال تولدش 2002 گرچند زاده جمهوری تاجیکستان باشد هم شهروند فدراسیون روسیه می باشد و در کورس دوم کالج طبی شهر تبالسک روسیه تحصیل می نماید. سفارت افزود که امروز با کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ با مقامات دخلدار تفتیشاتی روسیه برای معاین کردن جزئیات قضیه مذکور در همکاری زیچ قرار دارد. طوری قبلا خبر داده بودیم دانیور جان نامجوان 22 ساله از تاجیکستان که دانشجوی کالج طبی شهر تبالسک ولایت تیومن روسیه بوده است به دام فریب قلابان افتاده به خاطر برگرداندن قریب 2 میلیون روبل پولهای از دست دادهش روز 15 مارس سال 2024 در جریان روز اول اووزدهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه در یک قطعه انتخاباتی در شهر تبالسک پترد را کفانده است. روز 15 مارس به دانیور جان شخصان ناشناس زنگ زده خود را کارمندان مقامات حفظ حقوق معرفی کردند. این قلابان با راه فریب به باوری دانشجوی تاجیک در آمده او را متقاعد ساختند که حساب بانکیش تحت خطر قرار دارد. به همین وسیله آنها دانیور جان را مایل کردند که از بانک ها قرض بگیرد و به حساب گفته های آنها بفرستد. دانیور جان به این قلابان باور کرده به حساب های نشان داده آنها مبلغ خیلی بزرگ 1,800,000 روبل برابر 20,000 دلار را انتقال داده است. بعد این قلابان به دانشجو فهماندند که او می تواند پولهایش را پس بگیرد ولی برای این باید در قطعه اووزدهی پترد را بتر کند. دانیور جان فریب خورده به این وعده قلابان هم باور کرده به مغازه فروش پیرتکنیک رفته است و یک پترد خریده با خود به قطعه اووزدهی واقع در بنای گیمنازیا به نام لیتمن در رایون هفتم شهر تبالسک رفته است و در طولور اووزدهی دانیور جان پترد را کفاندنی شده است ولی اون در دستش ترکیده است و جوان از ناحیه پنجه دست چپ و پیشونیش جراحت برداشته است. بعد ترکاندن پترد دانیور جان را دستگیر کردند. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 مارس سال 2024 در یک پیام ویژه مردم را با فرا رسیدن عید نوروز سال نو فارسی تبریک گفته ساکنان کشور را بار دیگر به ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله‌شان دعوت کرد. این دعوت سالهای زیادی است که در پیام‌های امامعلی رحمان حتی به مناسبت عید مادران صدا می‌دهد. امامعلی رحمان گفت ما افتخار می‌کنیم که جشن نوروز محصول تفکر و اندیشه مردم آرای نژاد بوده تاریخ بیش از 6000 سال دارد. با وجود همه کوشش‌های از بین بردنش در طول تاریخ نوروز مثل زبان و فرهنگ ملی در هسته نیاگان ما اونقدر مستحکم جای گرفته بود
و مقام و جایگاه آن در میان مردم ما آنچنان بلند بود که هیچ یگان مانع و قوه آن را نتوانست از بین برد. در ادامه پیام تبریکاتیش امام علی رحمان به وضع امروزه جهان پرداخته و گفت سالهای آخر با سبب مرکب و ناآرام گردیدن وضع سیاسی جهان، تغییریابی بی سابقه اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، کم‌آبی و خشکسالی، اینچنین پنج شدن بیماری‌های سرایتی، تأمینات اهالی سیاره با اوضاع‌خواری تا رفت مشکل گردیده ایستاده است. به گفته پرزیدنت در تاجیکستان نیز کم‌آبی ادامه داشته، بارش برف و باران نسبت به سال گذشته امسال 70% کم شده است. امام علی رحمان گفت طبق مشاهده‌ها و تحلیل‌ها سال 2024 جامعه جهانی از نگاه تامینات با مواد غذایی نسبت به سالهای گذشته با وضعیت باز مشکل و وزنین‌تر روبرو می‌گردد. ولکن امروز ساکنان بیش از 80 کشور دنیا از مشکلات قحطی و گرسنگی اذیت می‌کشند. بنابراین ما باید از تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده، طبیعت و اقلیم مساعد کشور مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد اولگی عاقلانه و ثمرناک استفاده بریم. در شرایط کنونی ضرور است که با کشت تکراری گرفتن 3-4 حاصل از زمین‌های آبی، ذخیره 2 ساله مواد غذایی در هر یک عائله و رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی‌مان حفظ امنیت اوضاع‌خواری اعتبار اولین درجه داده شود، گفت امام علی رحمان. دعوت به ذخیره 2 ساله خوراکواری سالهای زیاد است که از زبان امام علی رحمان تقریباً در هر سخنرانیش صدا می‌دهد، ولی منتقدان این کار را در شرایط تاجیکستان یک کار غیر ممکن می‌شمارند، از جمله به دلیل اینکه سطح درآمد مردم در تاجیکستان از همه پست‌ترین در بین کشورهای شوروی سابق دانسته می‌شود. بسیاری‌ها توان ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله خود را ندارند. ثانیاً برای جمع آوردن ذخیره 2 ساله خوراکواری هر عائله باید انبارهای بزرگ مجهز با شبکه‌های گرمیدهی و یخدان داشته باشد که در شرایط شهر اصلا امکان ندارد و در دهات بازم به دلیل سطح درآمدش مردم توان ساختن چنین انبارها را ندارند. به بالا این بی‌برقی نیز امکان نگاه داشتن محصولات زیاد را به چنین مهلت طولانی نمی‌دهد. گذشته از این اکثر محصولات اساسی غذایی به مثل ارد و مکرون یا برنج 2 سال نمی‌پایند و ویران می‌شوند و به این دلیل بسیاری از ساکنان تا حال صرفم نمی‌روند که منظور پرزیدنت از ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله چیست. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 20 марти соли 2024 аз ошкор шудани як ҳолати ғайриоддии тасарруфи маблағҳо дар почтаи шаҳри ваҳдат хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ зимни гузаронидани санҷиши молиявию хоҷагидорӣ дар фаъолияти марказии алоқаи почтаи шаҳри ваҳдати хадамоти алоқаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шуд ки аз соли 2019 то моҳи ноябри соли 2023 аз тарафи маркази зикршуда ҳамчун субъекти бевоситаи таъминкунандаи муассисаҳои давлатӣ бо рӯзномаву нашрияҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳри ваҳдат ба ҷамоати деҳоти баҳори амин шаҳр ба маблағи 160,950 сомонӣ рӯзномаю маҷаллаҳои обунавӣ тақсим карда шудааст. гуфта мешавад ки маблағи обуна аз тарафи шахсони масъул ҷамъоварӣ гашта ба директори маркази алоқаи почтаи шаҳри ваҳдат тоиров давра ба давра супорида шудааст. аммо мен ба тоиров ҳамчун шахси мансабдор ба ҳисоб рафта қасди тасарруфи молу мулки давлатиро назди худ пеша намуда баъди давра ба давра ба ихтиёрдории худ қабул кардани маблағи 160,950 сомони онро ба хазинаи марказ ворид накарда бо роҳи аз они худкунӣ тасарруф ва ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. оид ба ҳолати мазкур нисбат ба тоиров бар асоси моддаи 245 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ ирсол карда шудааст. бар асоси қисми 4 моддаи 245 ба мансабдори макнун собиқ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне аз 131,000 то 194,000 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шуда бо фаъолияти муайян ба муддати то 5 сол таҳдид мекунад. аммо агентии мубориза бо коррупсия дар гузоришаш гуфтааст ки дар рафти тафтиши пешакӣ зараре ба давлат расонидашуда ба пуррагӣ барқарор шудааст. ин имкон медиҳад ки мудири маркази алоқаи шаҳри ваҳдат
در دادگاه با یگان جریمه خلو شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 19 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 22:00 دقیقه بر اثر بارشات اخیر در قلمرو دهه خانک‌های کویی جماعت همنام در دره الموسی در کنار شهر ایسار یک پاره کو لغزیده خانه‌های 8 ساکن این دهه را تحت خطر قرار داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت بلافاصله در پی دریافت این خبر از حساب کارمندان این نهاد و کمیسیون حالتهای فوق‌العاده شهر ایسار گروه کاری تأسیس داده شده به جای حادثه سفر برگردیدند. الکی ساعت 23:00 دقیقه 7 عائله عبارت از 33 نفر را به مکانهای امن کوچانیدند. اعضای یک عائله دیگر در حال حاضر در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتند. در حال حاضر در جای حادثه نوبرداری شب و روزی تشکیل کرده شده است. گفته می شود در خبر کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان سال 2023 در تاجیکستان 550 حادثه و حالتهای فوق‌العاده طبیعی از جمله 335 حالت لغزش ترمه، 79 سیل، 47 زمین لرزه، 26 حالت ریزش سنگ در راهها، 22 یرچ، 17 حادثه بلند شدن سطح آب و دریا و کانالها، 10 مورد شمال سخت و 12 مورد بارانی‌های شدید ثبت شده است. در 12 آفت طبیعی 51 نفر به هلاکت رسیدند. ضرر آفت‌های طبیعی به اقتصاد جمهوری و ساکنان رسیده در سال گذشته 76 میلیون و 770 هزار سومونی یا بیش از 7 میلیون دلار و در 4 سال اخیر قریب 331 میلیون سومونی یا بیش از 30 میلیون دلار را تشکیل داده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.